سلام دوستان گرامی، همه شما را من حرمت میکنم، عزت میکنم، دوست میدارم. شما بهترین دوستان من، شما عزیزان من. وقتی قیمت خود را دریغ نداشته آمدتان، من از شما میندار. نور دیده تاج سر. خوش آمدتان. اگر گپ درباره خط زندگی باشد، من کوشش میکنم درباره خط زندگی خود نقل کنم به شمایان. ما با همدیگر همه ما شناس هستیم، همدیگر را نغز میدانیم. با بیشتر شمایان من سالهای طولانی دوست و برادری دارم، همفهمی دارم. باز خصوصا سالها آخر یک دوستای نزدیکترین شدم با جوانانی که در همین ساحه صنعت موسیقی کسبی یعنی فعالیت دارند. این البته باعث خرسندی است. اگر درباره سالهای بچگی با شما نقل کنم، لیکن گفتمانم ما با شما در حقیقت شناس هستیم، همدیگر را میدانیم. لیکن خط زندگی من در تگ کاسه نیم کاسه دارد. ما با شما توسط کاسه تا حاضر آمده بودیم، میدانستیم همدیگر را. لیکن هست باز اگر همون نیم کاسه باشد، اگر من کوشش میکنم که همون در تگ کاسه نیم کاسه باشد، همون نازکی هم به شما رسانم برای شناسایی. قدرت‌الله یحیی‌زاده تولد شدگی در عائله سلطان یحیی‌زاده. دادم معارف پرور بودن، دادم آموزگار بودن، دادم چندین مراتب در ناحیه‌های گوناگون و در شهر مدیر شعبه معارف بودگی. لیکن مادر مثل دیگر مادران، مثل دیگر زنها همون سالها خانه‌نشین بودن و بیشتر با بند بودن با تربیت فرزندا. در محله ما این کوچه بودیانی بود، بعد کارل مارکس شد و بعدتر با کوچه لایق شیرالی یعنی نام گرفت، مبادل گشت. در همون محله ما اگر از بالا به پایان روم، اگر نامبر کرده ایستاده، استاد میرزا ترسونزاده زندگی میکردند، استاد عبدالسلام دهاتی، استاد زیادالله شهیدی، استاد محمد جان خلیلوف، استاد فاضل سالیف، پایانتر بیم اگر استاد نسیم جان پولاتوف، دمیر دوست محمدوف و باز طرف همین دانشگاه آموزگاری آمدن گیری. اگر در نزد حمامی که در همون کوچه یک حمام رقمی 3 بود، در پهلوی حمام استاد اکاشریف جورایف زندگی میکردن. رو برای اون کس از راه این طرف استاد جلال اکرامی. انا میخیل ابرمردان ادیب و فرهنگی جمهوری تاجیکستان در محله ما زندگی میکردن و من با آنها شکر میکنم که از همین سالهای بچگی، نورسی، جوانی با آنها تصادفاً هم باشد که در کوچه ها ما وا میخوردیم و من با آنها البته وا خورده ایستاده پیش از همه سلام میگفتم و آنها علیک میگرفتن و آفرین بچم، برکه یاب، الهی کلام شوی، دانا شوی، عقل پیدا کنی گفته. همین خیلی از دهان وحی ها من میشنیدم و این البته برای من کفایه بود برای فخر کردن یا اینکه افتخار داشتن با همین خیلی بزرگا. اول سالهای بچگی، سالهای نورسی نه اونقدر من اهمیت میدادم به این خیلی بزرگا، نه اونقدر من میدانستم بزرگی آنها را، سطح بزرگی آنها را. و بعد از آن که در صنف‌های بالای کمتر توسط فن ادبیات سویتی تاجیک خوانده ایستاده درباره آنها میخواندیم، درباره ترجمه حال و فعالیت آنها. بعد من باز نزدیکتر شده ایستاده، نسبت آنها یعنی حرمت من، عزت من باز هم بالاتر شد. همین طریق روزهایی بودن که ما در خانه زیادالله شهیدی با طالب شهیدی در میزی تنیسی خورد بازی میکردیم. روزهایی بود که ما در خانه استاد میرزا ترسونزاده با اکه مقصود تنیس بازی میکردیم.
روزهایی بود که من در خانه اکاشریف جوراف در آمده 6 تا گوش میکردم چخل اون کس با پسرشون مقیم مشق میگذراندن. این برای همه این چیزها برای من جالب بود. سالهای نورسی و جوانی من در پهلوی همین خیل یعنی همسایه های بزرگ گذاشته است. قدم های اولین خود را نسبت به صنعت موسیقی گذاشتن قدم های اولینم را نقل کنم. در رو برای خانه دمیر دوست محمدوف در نزد خانه ما وای بود میدانچه. در همون میدانچه ما همه وقت جوراها همسایه جمع شده فوتبال باز میکردیم. یکی از روزها دمیرکه در نزد همون در حولیهشون در کوچه ایستاده مرا از همون میدانچه یعنی نزد خود تکلیف کردن. تیلو اینجا بیا من گپ دارم. اومدم دمیرکه گفتن که استاد زیادالله شهیدی آمد شدن. اون کس از دور دیدن که استاد زیادالله شهیدی. این بزرگا هر هفته یک مرتبه از نزد همین خصوصا در حولی دمیرکه گذاشته حمام میرفتن. حمام با سکویج خودشون که در داخل و لباس ها. بعد دمیرکه گفتن که همه استاد یک کار کن یاردم تا حمام هم سکویجشون یعنی گرفته بر. همین وقت استاد زیادالله مخلصش آمدن سلام علیکم کردیم. بعد دمیرکه گفتن که همون تیلو شما گوگسل میکنه شما با یاردم میتید گرفته برن. حالا آنکه من همین قدر در وای بودم سراسیمه چون که فوتبال رفت است. وقتی که یک کس نرسد در میدان فوتبال دیگرش استفاده میبرد گل میزنند. از این خاطر انا من تستر همون سکویج گرفته نظر با استاد با سرعت تیز قدم زده ایستاده. اکنون ما باید تا حمام روم. اونجا یک 200-250 متر بود. وقتی که من با سکویج آمدم با حمام نزدیک شدم در همون نزد حمام همه وقت یک خرک دائمی بود. در همون خرک استاد اکاشریف جوراف با مقیم پسرشون نشسته صحبت دارند. ما همین سکویج استاد شهیدی رو گرفته در نزد همون ماندم و خودم تستر یعنی برگشتم برای بازی کردن. همین وقت آمدم بعد گفتم که استاد زیادالله شهیدی با مراجعت کردم که همین سکویج شما در نزد استاد اکاشریف جوراف من ماندم و همونجا گرفت. خوب گفتن رحمت گفتن. من آمدم باز بازی رو دوام دادم. بعد یک ساعت نه یک ساعتش بینم که علاقه از حمام برگشته آمد شدن. صبح سرخ از همون گرمی این دفعه با عقل خودم علاقه دمیرکه نبودن. خودم از راه گذاشتم و فوتبال تمام شدگی بود. اکنون یک استراحت کرده بودیم. از راه گذاشتم و سکویج از دستشان گرفتم و تا خانهشان گسل کردم زیادالله مقدسیشان. انا همون در راه استاد به من مصلحت دادن. گفتن که از گفتی دمیر جان من فهمیدم که تو در مکتب در همون محفل هوسکاران صنعت در مکتب بچه شده ایستادن رباب می نوازی مهارت نوازندگی دارین. تا حتی دمیر جان گفتن که با ربابش یک دو سرودی بچگانه ایجاد کردگی. در حقیقت من همون وقت نمیدونم سیمفای 7 بودم 8 بودم نه سیمفای 7 بودم بفکرم یک دو سرود یک شهر عزیز نام داشت با شعر عبید رجب دیگرش گربچه من نام داشت و این سرودها رو دادرام نعمت و الهام در همون مکتب اجرا میکردن و ما در آزمون‌های بین مکتبی در شهر دوشنبه فعال بودیم اشتراک میکردیم تحت راهبری دمیر دوست محمدوف در صنف‌های بالایی بودن و با مدال طلا تمام کرده بودن مقطع میانه رقم 7. بعد همین سخن‌ها استاد زیادالله مقدسیش مصلحت دادن. گفتن که بچه من تو یک مصلحت میتیم همین اگر تو میل داشته باشی و هوس داشته باشی صنعت موسیقی را نظم میشد. گفتن اگر تو بعد تمام کردن صنف 8 با آموزشگاه موسیقی داخل شوی شاید گفتن کمپوزیتور شوی در آینده. لیکن با رازگی پدر و مادر گفتن اول با پدر و مادر مصلحت میکنی رازگی آنها رو که گرفتی بعد با آموزشگاه موسیقی داخل شو. با پدر و مادر این مصلحت استاد رو گفتم دادیم گفتن که نه من میخوام که تو دکتر شوی
لیکن همین دمیرکه با سبحان نام اکی من همه این نزدیکای فهماندگی که درست بشد اگر قدرت الله بعضی صنف هشتم با آموزشگاه موسیقی داخل شود و خواندن را در آنجا ادامه دهد. عاقبت در بام اکیم در آمدن سبحان کل نام اکیم و پدر را راضی کنندن. پدر را راضی کنندن، لیکن پدر گفتن با شرطی که هم برابری در آموزشگاه موسیقی خواندنش مکتب میانه شبانه باید تمام کند، خواند، اتستات گیرد. بعد من همین خیالم کردم. پدر گفتن روزانه در آموزشگاه موسیقی میخواندم، بعد درس های آموزشگاه موسیقی می آمدم با مکتب رقم 3 در کافه اونیورماگ مرکزی بود. صنف‌های 9 10 11 من در همونجا میخواندم، شبانه تمام کردم. همین خیلی سر شد، یعنی خط زندگی من در آموزشگاه موسیقی. لیکن مرا با کورس یکم قبول نکردن، از بس که من در مکتب موسیقی نخوانده بودم و معلومات موسیقی من یعنی کافی نبود. از این خاطر نسیم جان پولاتوف دیرکتور بودن، همین خیلی مصلحت دادن که 1 سال خواندن در کار در کورس تیاری. در همین مدت 1 سال باید با فنهای سالفژ یا نظریه موسیقی، نوازش فورتپیانو من باید یعنی فعال باشم و یاد گیرم و تیاری بینم برای با کورس یکمی شعبه نظریه کمپوزیتوری داخل شدن. همین خیلی هم شد. 1 سال در صنف رباب تحت رهبری استاد خیموف بودن سبق آموختم و بعد 1 سال در صنف میخائیل الکسیویچ چویتایف که در دست پروفسور کنسرواتور نیکولای یاکولیچ مسکوفسکی خوانده بودند. اینها یک گروه کمپوزیتوران نامی اتفاق سیاتی تحت سروری سرگئی ارتیوموویچ بالاسیان سالهای 39 آمده، 39 آمده در شهر دوشنبه برای تیار کردن کادرهای محلی. در صنف میخائیل چویتایف از فن کمپوزیسیون سر کردیم خواندن را. 3 سال از بین گذشت. میخائیل الکسیویچ از بس که سال خورده بودن مریض شدن و قوت آمده رفتن نداشتن. بعد میخائیل الکسیویچ ما در صنف الکساندروف گنادی سرگیچ میخواندگی شدیم. گنادی سرگیچ همون سالها با میراتولا عطایف یکجایه بعد ختم کردن کنسرواتوار شهر تاشکند گشته آمده بودند و در آموزشگاه موسیقی آموزگار بودند. در آموزشگاه موسیقی یک سلسله پیسه های رو من ایجاد کردگی که ویها برای یکخوان ها با هم‌آوازی فورتپیانو بود، یعنی رقص برای کلارنت با فورتپیانو، رقص برای اسکریپکا با فورتپیانو، رقص برای فاگوت با فورتپیانو، رقص برای رباب با فورتپیانو. یک سلسله بود، یک رقص برای تروبا. این سلسله ها نوشته شدگی بود تحت رهبری استاد میخائیل الکسیویچ چویتایف. غیر از آن پریلودیو هایی که مینیاتوری بودند. همچون ختم کننده در صنف گنادی سرگیچ الکساندروف میدانستم که همین سال یعنی آموزشگاه رو ختم میکنم. کار دیپلمی من بود سویتا، عبارت بود سویتا از 4 قسم برای 4 دست 2 ریال. چون که همون وقت ما اینقدر تیار نبودیم برای ارکستر سیمفونی پارتیتور را نوشتم و با همین اثر دیپلمی بعد ما رفتیم یعنی به مکتب عالی برای خواندن. وقتی که ما شنا شدیم با اثرهای کمپوزیتور بزرگ جهانی آرام ایلیچ خاچاتوریان، یکی از همین اثرهای اون کس اول کنسرت برای اسکریپکا با هم‌آوازی ارکستر سیمفونی در اجرای اویستراخ و دوم اثرشون کنسرت برای فورتپیانو با هم‌آوازی ارکستر سیمفونی بود در اجرای ریختر. ما با زرینا میرسیدینا میرشکر در یک کورس میخوندیم. طالب شهیدی یک کورس بالاتر از ما با بالاتر وقتی که ما علاقه داخل شدیم دمیر دوست محمد و سورات خلیلوف و اعظم صالح اینها علاقه ختم کننده بودند. همین 3 دوست
نزدیک و برادر بودن اینها. وقتی که ما با زرینه میر سید و میر شکر آموزگاه رو ختم نمودیم، توسط راه خط وزارت مدنیت جمهوری تاجیکستان از بس که ما دو کس بودیم و در کنسرواتوار یک جای و در دانشکده دولتی موسیقی پداگوژی به نام گنسین ها یک جای. قصه کوتاه زرین میر سید داخل شدم به کنسرواتوار شهر مسکو، من داخل شدم به دانشکده دولتی موسیقی پداگوژی به نام گنسین ها. بعد امتحان قبول فرمان رکتر دانشکده در روی خط بینم، یعنی نام نسبی من برآمدگی در صنف آرام ایلیچ خاچاتوریان. یک لحظه بود که من نمی‌دانستم چقدر پریده از خرسندی. در همون امتحان قبول کمیسیون امتحان قبول اثرهای ما را گوش کرده ایستاده. بعد در وقت محاکمه آرام ایلیچ میگن که вот этого таджика мой класс запишите. همین که ما در صنف آرام ایلیچ یعنی سبق آموختن را سر کردم. اسم شما با پررگی قدرت الله، لیکن دوستای نزدیک آدمای قرین شما تیلا جان تیلا اکا نام میکنند. سببش چی؟ نخستین دیکتر تلویزیون تاجیک لوبات برهانووا با اپای من دوگانگی داشتن. اپای من علمیه نام داشتن. رفت و آمد بود. از اینها پیشتر مادر را رفت و آمد میکردن. اینها عائله برهانوفا. سلیم برهانوفا همازان میشناسیدن. اسکریپت نوازه در تئاتر اپرا و بالت. الان همون اپای اون کس لوبات برهانووا یکی از روزها به حوله ما میبیانم با یک جایی اپام علمیه ما رو گرفته با سیر و گشت میبرن با کوچه. بعد یک لحظه میشد که اپای لوبات از اپای میپرسن که نام او که چی؟ بعد اون کس میگن قدرت الله. او این خیلی مویه های تیلا رنگ دارد و شما نام این را قدرت الله میگویدن. این نامش تیلا. الان همون لوبات برهانووا نام مرا از قدرت الله با تیلا مبادله گرداندگی، لیکن همین تیلا در حقیقت در میدان‌های فوتبال هم در مکتب هم قریب همه تیلا میگفت غیر از پدر و مادر. پدر و مادر میگفتن قدرت الله، همین نام میبردن. ассалому алайкум устоди азиз ва ҳозирини гиромӣ. саволи мон чунин аст. маҳз ба шумо яъне ба устод қудратло яҳёзода дар байни кулли композиторони ки дар шаҳри Москав таълим гирифта шогирди яке аз беҳтарин композитори машҳури олам, ҳамон чуноне ки шумо дар боло зикр кардед, Арам Илич Хачатурян насиб гаштаву шумо тӯли 5 сол аз ин абармарди бузург нозукиҳо балоғату малоҳати анамин композиториро омӯхтаед ва чӣ лаҳзаҳо ё хотироте аз он солҳо ба мо гуфта метавонед, яъне аз овони анамун донишҷӯӣ? Арам Илич нисбат ба ман на танҳо аз фани композитсия сабақ омӯхтагӣ, ман ҳеҷ вақт хубии он касро, дастгирии он касро, кӯмакрасонии он касро ҳеҷ вақт набояд фаромӯш кунам, чунки он кас нисбат ба ман падарворона ва мекарданд, аҳамият медоданд, кӯмак мерасонданд. Арам Илич яке аз рӯзҳо пеш аз ба Америка сафар карданаш ба шаҳри Чикаго вай дошт концерти, авторский концерт. ҳамон бо кори дипломаи ман шинос шуда истода, он камбудиҳое ки дар қисми финалӣ асарам буд, гуфтанд ки барои ислоҳ кардани ин аз паси ҳамин коршав ман ба Америка меравам, гашта мебиём,
تو باید تا همون وقت هم فینال باید تمام کنی. خوب گفتم پگاهی ساعتهای 5:30 6 پگاهی مرا بیدار کردن در خوابگاه گفتن که او تلفن آرام ایلیش ما فرابادم از هوشیاری دویم با پایان تلفن گیرم اگر آرام ایلیش تلفن با ты все еще спишь а я думал ты уже сидишь в репетиторе работаешь занимаешься быстро ко мне ما همون ساعت 6 پگاهی خسته آدم بعد مترو کتی افسوس کتی تا همون خانه شونا همه خیلی از همون ورتالوت سمالوت هم تستر رفتم و سرعت تیز کتی اون کس در خانه کمپوزیتور زندگی میکردن در آشانه پنجم دوم کمپوزیتور فستر بود همه برآمدم نو اکنون همین زنگ میزنم گم اگر الکی خودشون کشودن گفتن که زخرجی یکی کردن که همین اویلشون نینا ولادیمیرنا ماکارова کمپوزیتور بودن اون کسام که она спит یعنی بلند گپ نزن بیدار نشود خودشون با یک خلاتی رخرخی سفید و سرخ بزرگ اخرون کردن موهای سفید بعد ایستادن تیلو گفتن اون کس میدونید برای چی من تیلو میگفتن همون سالهای اول گفتن که я не могу сказать Кудратулло не могу, трудно. Скажи что-нибудь легче придумай. بعد من البته که در دوشنبه تیلو بودم بعد گفتم пожалуйста можете именовать меня как Тило. گفتم теперь я гуфтам все время сначала вспомню слово килограмм, кило, а потом перейду на Тило. Кило на Тило. انا همون دقیقه با همون لحظه من آرام کردن و از دو تا کیسه کلونشون همه یک درزه 10 سومیه برآورده اتنا масла گفتم من با همون پولا دوستادن ای خدا گفتم خودم با خودم اون کس نماسلا گفتن من گفتم اگه همین ساعتهای 6:30 7 شده است کجا روم برای масла خرید این کس با که ولی مغازین‌ها هم محکم پگاهی بر وقت یکی بود که همین یک 10 چند دستم دادن و گفتن که никаких тряпок, никаких баров, никаких ресторанов, ты должен есть масло, ты нежный южанин, ты из Таджикистана приехал, тебе надо питаться в Москве больше маслом. یعنی این غمخوری همین پولا دوستادن پیش از امریکا رفتنشون که من در همین خونیکی ها در همون مسکو باید فقط یعنی روغن خورم بعد من گفتم آرام лежишь я так не могу вам эти деньги گفتم нужны будут в Америке همون پولای دادگیشون گرفتم و کیسهشون بود خوندم что ты делаешь گفتم когда мне мой профессор Месковский گفتم давал помогал, я отказываться не мог. Вот когда гуфтан у себя в Таджикистане ты будешь богатым композитором, тогда, когда я приеду в первый раз в Таджикистан, вот тогда ты мне вернешь эти деньги. Гуфтан, салом устод, шумо дар овони наврасию, кӯдакию ҷавонӣ сурудҳои зиёде навистед ва устодони барҷастаи тоҷик ин сурудҳоро сароидааст. ба шумо чӣ хел муваффақият шуд ки бо ин устодон ҳамкорӣ кардед? ин хушбахтии ман ки бо ҳамин хел ҳунармандони асил мисли аҳмад бобоқулов, шоиста муллоҷонова, нуқра раҳматова, ҷурабек муродов, мастона эргашева, тоҷиддин муҳиддинов, муқаддас набиева, умар зиёев, мағфират ҳамроқулова, раҳима шалоер, баҳодур неъматов, тоҷиддин муҳиддинов, тағомурод хушвақтов раҳматума бо инҳо кор карда истода, ҳамкорӣ карда истода чӣ хел ман дар ҳақиқат ман хушбахт ба виҷдонам қасам. баъд аз ин қадаре ки бо ҳамин хел бузурго ҳамкорӣ ман кардагӣ омада ҳозир бо ҷавонҳо мисли худат борин ҷавон ҳамкорӣ карсудем. برخیز دل و باز برقص و صدا سر و
رسیم و آماده از قربتی چند دنیای کهن باز نوین گشتی تاجیک 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 دریافت دوباره شرفی تاج و هم افرنگ 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 این ملتی دیرین عزیز است که داره نامش به جهان درج کنیم ارج گذاره تاریخ من و توست در اوراق اوستا ناسوده آتش نفس و برق و شراره استاد شما از زمره واقعا کمپوزیتورانی خیلی برجسته مردمی تاجیکید و واقعا ایجادیات و آفریده های شما مثل همون تخلص طلایی که به شما گذاشتن طلارنگ است و در دل و دیده مردم تاجیک مسکن گذاشته است تا امروز. من یک واقعه 30 و یا 32 سال پیش رو برای شما میگم، شاید در یاد شما نیست. باری اول به خانه رادیو بهر ثبت ترانه اومدم و اون ترانه رو ثبت کردیم. متنش از یک شاعره نو قلم بود با نام ستاره قربانوه و نام ترانه بود انتظاری و اون ترانه رو کارگردان شلیکوف ثبت کردن. راهبلد و راهنمای ما Володя Шликов. بله اصحاب یوسف یک امروز خیلی کارگردانی مشهور است در کمیته تلویزیون و رادیوی ما. با راهبلدی با دستگیری همون نفر آمدیم و ما رو شما در راهرو دیدید. اون زمان شما اداره موسیقی سرمحریر اداره برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیک رو بر عهده داشتید. خیلی مرد جدیت داشتید. حالی شما یک تبسم شما رو ما بعد 30 سال نمی‌بینیم. اون وقت خیلی جدیت داشتید شما. انا واقعا در یادم هست اون لحظه ها و در همون راهروی رادیو ما رو دیدید و تبریک کردید که یک ترانه تو با نام انتظاری در خزینه طلایی رادیو تاجیکی حتی ثبت کردین. شما گفتید که وارد کردیم این ترانه تو رو و ما رو تبریک کردید و من حتی همون وقت نمیدونستم که خزینه طلایی رادیو چیست. اصلا هنرمندا بسیار میکوشیدن، خب بسیار زحمت میکشیدن که همین ترانه هایشون واردی خزینه طلایی شود. هر ترانه‌ای که ثبت میکردن که شما صدر این اداره را بر عهده داشتین و این خاطره تا به حال این 30 یا 32 سال شد. یک سالی 92 93 همین سالها بود که خب شاید میدونید یک چیز در زندگی آدم یک همین خطی سرنوشت یا خطی قسمتی که امروز میگیم شاید همین دستگیری شما بود که ما راه هنر رو ادامه دادیم. این یک چیزی بود که برای من که در خزینه طلایی رادیو تاجیک یک ترانه من وارد شد. بیشتری ایجادکاران اون نفرایی که یک آفرندن اثر می آفرند منبع الهام دارن. منبع الهام همین منبع الهام شما اصلا در زندگی چی بود؟ چی شما را تکان میداد که همین خیلی ترانه های جاویدانه آفرید؟ عامل های گوناگون هستند، نمودهای گوناگون دارد. عامل ها بسیارند برای ایجاد کردن اثرها. ما هممون نظم داریم که مدت سال چندین ایدها را در سطح چاره‌بینی های دولتی میگذارونیم. مثال یک چیز تاریخ 20 فوریه این روز ارتش ملی 8 مارد این عید زنان، روز عید زنان مادران، یا اینکه 27 ایون روز عید وحدت ملی، یا اینکه 9 سپتامبر روز عید استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. درست یا نه؟ و هر یک ایجادکار البته کوشش به خرج می‌دهد که اثر نویسد که همون ارزنده باشد با این یوغای عید مردم، عید خلق، عید وطن. و من مثال خودم شخصا طرفدار اون که هر یک ایجادکار باید فعال باشد با همین ایدها خودش جور کند و اثر نویسد. این خیلی آرام گردد و
بهطرف باشد این ناز نه. من این یکی از همون عامل ها. شبای بندی من رشای جانی من یادگار توی از نیاگانی من یادگار توی از نیاگانی من گفتن امارات که در نزد اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان تشکیلات خزینه موسیقی وجود داشت. موزیکال فوند при союзе композиторов تاجیکستان و این تشکیلات با کمپوزیتوران کمک میرساند خصوصا از جهت اجتماعی یعنی که کمپوزیتوران از همین تشکیلات نقلیات میخریدند انگشت میخریدند یا اینکه لازم باشد اگر درخواست می‌نویسی با اجازت دستگیری رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان شراف‌الدین سنگین سیف‌الدینوف میتوانستی یک ماه رفته به بستانسرای ایجادکاران مثال به شهر ایوانوو رفته در آنجا اثر نوشید تمام شرایط مهیا بود باز در آنجا کنسولتان بودند منم نیکولایویچ پیکو پروفسور گنریخ لیچ لیتینسکی پروفسور همین خیلی آدم‌های نامی با تجربه یک ماه بنابر در همونجا زندگی میکردن و کمک میرساندن با کمپوزیتوران جوان و ما همین سیمفونی خاطره طلبک لالایف را در مدت یک ماه چقدر که توانستم در همونجا یعنی ایجاد کردم بعد یک سال دیگرش یک چند اثرهای کمپوزیتوران تاجیکستان را گرفته انتخاب کرده از آن جمله همین سیمفونی طلبک خاطره طلبک لالایف را گرفته به مسکو رفته با ارکستر سیمفونی عمومی اتفاقی رادیو و تلویزیون تحت سروری فؤاد منصورов همه اثرها را ثبت کرده آورده بودم. از تاریخ تالیف داستان‌های سیمفونی یادداشت‌ها و جانانه چند سخن می‌گفتید؟ داستان سیمفونی یادداشت‌ها نوشته شده بود آن سال‌هایی که و بخشیده شده بود به 100 سالگی استاد صدرالدین عینی. بعد یعنی خواندن اثر یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی من همین خیلی به خلاصه آمدم که حاضر من گفتم که با همین جشن‌ها و جشنواره‌ها و همین چیزها هر یک ایجادکار باید یگان اثر خودش بخشد چون که اینها بزرگ بودن سزاوار هستند چون که استاد صدرالدین عینی سال‌های را اثر گذرانده که به مقام نزدیک بود کلاسیک بودن اون کس داستان سیمفونی یادداشت‌ها هم در چندین برنامه‌های کنسرتی که در شهر دوشنبه می‌گذشت تحت رهبری دیریژور هنرپیشه خلقی تاجیکستان بیرون میرابوف چندین مراتب این کس در برنامه‌های کنسرتی این اثر را اجرا کرده بودند. دیگر باشد داستان سیمفونی جانانه باشد این بخشیده شدگی به حافظ خلقی تاجیکستان آکاشریف جورایف یکی از سرودهایی که در رپرتوار اون کس هست جانانه نام دارد جانانه اون کس با تنبور نواخته اجرا کردگی آکاشریف جورایف همین سرود به من بسیار معقول آمد چون که اینقدر با دیگر سرودهایی که مشهور بودن و نامی بودن و یعنی در دل مردم جای گرفتگی سرودهای آکاشریف جورایف در حقیقت خلقی علاقه شدگی اینقدر مردم دوست می داشت دوست می‌دارد و در آینده هم دوست می‌دارد چون که هر یک سرودی که اون کس ایجاد کردگی دلنشین فوراً در دل مردم جای گرفتگی همچون بزرگی این کس همین باقی این کس یعنی خلقی شده علاقه الان همون جانانه اینقدر پهن نشده بود بین مردم با
یکی از سرودهای بهترینشون چی بود؟ تو را جان مرا جانان گویند جورا جانم یا که شیرین جانم بیقرارم امشب. این چیزا علاقه وای بود، یعنی مشهور بود. لیکن ما جانانه گرفتگیم سببش همین که باید سرود کمتر با تمکینانه اجرا شدگیم و برای با هم‌آوازی ارکستر صدا دادنش یک وای میکرد، موافقت میکرد. حالا همین خیلی پیدایشی همین اثرهایی که شما نامبر کردید من هم شما نخواهی کردم. چونین سوال دارم که شما با کدام شاعران همکاری میکنید در این جاده، با کدام نورسان همکاری کردید و با کدام هیئت هنری نورسان همکاری کردید که با موفقیت نایل گشتید؟ همه سرودهای من در اجرای نورسان ایجاد شدگی با شعرهای شاعران ناظرجان باهری، عبید رجب، سفر محمد ایوبی، نیزام قاسم، جورابای هاشمی. سرود آفتاب من شعر یوسف جان احمدزاده، آفتاب 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 من، این شعر یوسف جان احمدزاده. بیشتر این سرودها برای یکخوانان، خور و ارکستر بود. آمده ما به خلاصه آمدم که به ناحیه حصار رفته ایستاده، در مکتب اینترنت های روشندلان، معیوبان، بپرستاران با آنها واخورده ایستاده، به نزد آنها رفته ایستاده، یک چند سرودهای بچگانه خود را با آنها کار کرده ایستاده، بعد روی صحنه برآوردم سال 2003. و اگر حاضر گویم اگر هستن هنرمندان نورسی که مهارت سرودخوانی دارند و آنها با همون مهارت ایستادی خودشان، یعنی همکاری مرا با آنها زخمند کرده مرا و من با آنها با دل جان کار کردم. یک تیش من زبیر کریموف که در همونجا نشسته است، این زبیر کریموف با این من چندی مراتب با سرودهای خودم یعنی همکاری کردم اینو کردم و همین خیلی شد که یکمش که این لورت آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من، خیریت همین خیلی آزمون ها سالهای آخر در تاجیکستان عزیز ما در حقیقت یعنی جاری گشت و اکنون یعنی کادرهای جوان توسط این آزمون جمهوری پیدا شده ایستادند. رحمت به جناب عالی که همین خیلی آزمون را تشکیل کردگیم. سال پیش دیدم که زبیر وای دارد، یعنی کلان شده ایستاده است، 30 سال بالا رفته ایستاده است. این در مکتب مخصوص موسیقی جمهوری به نام زیادالله شهیدی میخواند و دیدم که این مهارت استعداد این افزوده ایستاده است. سرود شکرانه را خواهش کردم که اجرا کند، سرود شکرانه ای که از نخره رحمت و یگان کس بهتر نخوانده است. رحمت و اپی نخره. سلام استاد عزیز، من امروز خوشبخت هستم که با چنین کمپوزیتوری معروف تاجیک روبرو نشسته از نزدیک صحبت میکنم. خوشبختی دیگری من در آن است که من از استاد قدرتالله یحیویف دو اثرشون خواندم، یکی محرم روز بر قلم استاد آزاد امینزاده، دیگری طاووس جهان.
غزل هجری. طاووس جهان شد. طاووس جهان. شعر هجری. هجری بله. و امروز من شما را قریب 2 سال است که میبینم که پی همین ایجاد و پی همین در همین وزن مستزاد، یعنی که شما بسیار کار میکنید. چی باعث کی وادار کرد شما را که مثال در این سمت، یعنی که شما کار کرده باشه؟ یکی از روزها موسیقی شناس و عالم عبدالولی عبدالرشیدов آمد به کنسرواتوار و از من خواهش کرد که گوید که شما در شکل مستزا یگان اثر سرود ایجاد کردگی یا نه؟ چون که گفت حاضر من کار علمی من گفت همین موضوع. من گفت بسیار جستجو کردم، کافتوکاو کردم، لیکن یگان کمپوزیتور تاجیک در همین شکل اثر ننوشته است. من گفتم از اون جمله منم ننوشتم. بعد همین شعر هجریه با من پیشنهاد کرد که همین شعر هجری با کوشش کنید یگان در شکل مستزا یگان سرود ایجاد کنید. من نه اونقدر باوری کامل داشتم که از حوزه همین کار میبرم. این شکل کلاسیکی این نه هر کس یعنی از حوزهش میبرد. من خودم نسبت به خودم باوری نداشتم که همین سرودی که حاضر اکنون شما ثبت کردید نامش طاووس جهان شد با شعر هجری، همین رو من یک چند وقت از بین گذشت و بعد همین چیز پیدا شد. بعد از آن که این سرود به خودم معقول شد، بعد من به نزد شما رفتم و شما خواهش کردم که همین سرود اجرا کنید و من از اجرایش شما منت دارم و در حقیقت نقش خوانده شما همین سرود. رحمان. میخواستم که یک کمی در مورد همکاریاتان با اهل تئاتر تاجیک که اینقدر پربرکت بود باز برای بیننده های تلویزیون سفینه و اهل این محفل معلومات میدادید. همکاری ما با همه تئاترهای جمهوری تاجیکستان بود غیر از تئاتر ناحیه سپیتامن. نیست تئاتری که من با آنها همکاری نکرده باشم. اینم خوشبختی. الان ما حاضر ابراز بدن آمدیم. همون نیم کاسه ای که گفته بودم، ما شما در طی کاسه چی گفته بودم؟ نیم کاسه. از کاسه شما با خبر بودیتون. ما بعدا دادم که همین نیم کاسه اکنون شما وش روشنی شده است، انا معلوم شده از نیم کاسه. من مجبور میکنه که من آوازم برارم و هنر سرودخوانی و حالا که گوش خراش نمیتونم. طاقت نمیتونم. دیدتون که فالش رفت شده است یا که یگان استاد برامزر هستن گیرد. یکی از اسپکتاکل های نمایشنامه های بچگانه زرگوش دانا نام داشت. از روی پیسه شمسی قیاموف، داملا شمسی قیاموف. در این اسپکتاکل صباحت قاسموف اویله فاروق قاسموف رول زرگوش بازی میکرد. گرگ و شیر همه اینا میخواستن زرگوش قپیده خورده اشکمون سیر کنن. در آنجا یک سرود بود مولا فرقان گرگ میخوان. خواهد در روی صحنه همه ابراز نمیخوان که گرگ زرگوشک جان زرگوشک دردد بجان زرگوشک رامی جان زرگوشک شبی بریان زرگوشک اینا خواندگی بود. یکی از نمایشنامه‌های دیگر نامش خانه شیران میدان غریب بود. در روی صحنه همین تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی در همین اسپکتاکل آرایش دکوراسیون همون از چندین دکان‌ها عبارت بود. چندین دکان‌ها، دکان سرتراش، دکان گوشت فروش، دکان سبزیجات و میوه فروش. در آنجا یکی از همین سروداش وای بود. ششلیک پزم ششلیک پز ششلیک من جدا نست یک تا روغن یک تا گوشت هر سیخی آن قدیم موشت. گفتم میخوندن همین نمایشنامه بسیار بودن در قرغان تپه، در تئاتر جوانان به نام محمد جان اویدوف، در تئاتر لاهوتی، در تئاتر لختک با
ҳунарпешаи халқи Торикистон Зафар Ҷаводов. Якумин нахустин спектакле ки дар театри Лухтак гузошта шуда буд, мо ҳамкорӣ карда будем бо Зафар Ҷаводов. Саргузашти Нанук ном дошт. ин ҳам дар асоси пьесаҳои Муаллим Шамси Қиёмов. Ман хел яъне спектаклҳо яъне вуҷуд доштанд ва ман ҳамкорӣ карда будам бо театрҳо. иму дар таи коса нимкоса. аз ин як хел чизҳо бисёре ин хел шумо бехабар будетон. имрӯз ҳамихел шароит пайдо шуд, сидқан содиқона бо ҳамдигар яъне ҳамсӯҳбат шуд мегуфтем. барои ҳамин ман ҳазорҳо маротиба шукр мекунам ки дар ҳамин замон бо шумоён бо дӯстони қадрдон яъне рафту омод дарам, дӯстӣ дорам. ҳамаи мо ҳамфаҳму ҳамдард, ҳамдилу ҳамтан. ана акнун мо бояд ҳамомон миллионҳо маротиба шукр кунем ки зиндагӣ мекунем дар ҳамин замон ва дида истодаем, шоҳиди манами тамоми афзоиш ёфтан ё ки афзудани беҳбудии ҳам зиндагию ҳам зебогии хусусан ҳамин пойтахти азизамон Душанбе. ҳозир бисёриҳо шинохта наметавонанд то кадом дараҷа обод шуда истодааст. бо ин хел иморатҳои оригиналию баландошонааш, бо ин хел гулҳои зебояш. бахти ману шумо ки дар ҳамин замон зиндагӣ мекунем ва пеш аз ҳама сарвари давлатамон ки ин қадар оқилу хиратманд ҳастанд, дилсӯзи ғамхори ҳамаи мо ҳастанд, дилсӯзи ғамхори халқашон ватанашон ҳастанд. мо бояд ҳамчун эҷодкор аз ҳама ҷизат, аз ҳамаи паҳлӯи ҳамин зиндагие ки ба сар бурда истодаем бояд дастгирӣ бояд кард, кор кард, заҳмат кашид, меҳнат кард барои боз ҳам дар оянда барои зиндагии хушу хурсандии халқ, ватан чӣ қадаре ки тонем мо барои ватани меҳрубонамон, барои меҳнати садоқатмандонаи халқамон, барои хушбахтии ҳаёти мардуми тоҷик, ватани азиз, миллати тоҷик бояд хизмат кунем. ҳамаи шуморо ман бо як маротиба дигар ҳамчун дӯсту бародар қабул карда истода барои иштирокатон дар ин намоиш аз ҳаматон миннатдор аз замин то осмона. нури дида тоҷи сар. хушомадетон. Rahmat hamotunda. Rahmat.